اگر پگاه بیاری وضع میکنم معقول نشود. بعد من بردم معقول نشد آوردم فروشنده من از زنه خریده بودم مردک بود از پاش به مرد هم بود وای گفت که نه حالی من عوض نمیکنم. این سوالی بود که دانشجوی کالج طبی شهر استرافشان به نمایندگان خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. محلی جاری شوی استاندارد است. شما میتونید تلفن بوری شما میتونید عریضه کنید. ما نسبتی همون عریضه دیده برام بده شما طریق خطی جواب میگردونیم. آره بونوس نمیبریم. این وخوری بخشیده به روز بین المللی حمایت حقوق استعمال کنندگان دایر گردید. در آغاز متخصص پیشبر ریاست خدمات ضد انحصاری در ولایت سوخت مشهور ازبکوف سخنرانی نموده گفت که سال 2012 این جانب سنه 15 مارت همچون روز بین المللی حمایت حقوق استعمال کنندگان قید کرده می شود. او از تاریخ پیدایش این رویداد مهم حرف زد. طول سالهای 2012-2019 با تشبث ریاست خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و با جلب متخصصان ساختارهای دولتی و کالادار صاحبی در مقیاس ولایت در 45 مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه دولتی و غیر دولتی در 14 کالج‌های طبی و آموزگاری 5 دانشکده‌های عالی این گونه سمینار مشورت‌ها گذرانده شده‌اند. نماینده خدمات نظارت دولتی تندرستی در برآمد خود گفت که تمام سال 2019 از جانب هیئت کمیسیا در پرتوگاه شهر خوجند 3450 نامگوی داروواره و مولهای طبیعی مهلت استعمالش گذشته و قلبکی که شماره عمومی آن 628929 عدد بوده مبلغ آن زیاده از 3,600,000 سومانی را تشکیل میداد به طریق سوزانیدن نابود کرده شد. باید قید کرد که سرایستی خدمات نظارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوخت در گذراندن سیورات مشورت نقشی کلیدی دارد زیرا نظارت دولتی تندرستی حفظ همچون مقامات وکالتدار در ساحه تامین نظارت دولتی فعالیت فارماسیستی یعنی نظارت صفتی موادهای دارویی نظارت صفتی موادهای آرایشی و گیاهی واسطه‌های کیمیایی که در روزگار ما استفاده می‌بریم و اینچنین در سمت نظارت دولتی فعالیت سنتری اپیدمیولوژی علاوه خصوص در بحر تامین امنیت سنتری اپیدمیولوژی بحر پیشگیری بیماری‌های سرایتی بحر پیشگیری بیماری‌های سرایتی غیر سرایتی عمومی ضرورت‌شوی از غذا و از هر گونه دیگر واسطه‌ها فعالیت خود را در دایره طلبات کودکس تندرستی که از سال 2017 عمل می‌کند تحت رقم 1413 و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 597 فعالیت خود را پیش می‌برد. سپاس سنت‌الله دولتوف سر متخصص ریاست خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سخنرانی نموده با دانشجویان درباره حقوق‌های استعمال کننده و استحصال کننده معلومات داد. استعمال کنندگان و استحصال کنندگان اجرا کنندگان فروشندگان هنگام مال فروش مال و تنظیم برآورده حقوق استعمالگان را برای خریدن مال کار استعمال رسانی داروی صفتی مناسب و حیات و سلامتی استعمالگان به خطر گرفتن معلومات اوید به مال و استعمالگان و اجرا کنندگان فروشندگان در طبق ترتیب مقرراتش معین می‌نماید. بابت قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان متخصصان مرکزی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودا سرریاست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوخت حرف زده به سوال‌های خوانندگان جواب‌های مشخص دادند. سپس استادان و دانشجویان اندیشه‌های خود را بابت وخوری سخن رانده برداشت خود را چنین بیان نمودند. حقوق همین استعمال کنندگان استفاده برده باید من حقوق داشتم که آن را عوض کرده برای استعمال جواب دهنده را گیرم. این سمینارها باید بیشتر گذرانده شود برای برطرف کردن اون معماهایی که اون خدمت رسانی اون نرخ عوض شوی که در بازار امروزی ما مشاهده می شود برای برطرف کردن حل و فصل می شود. ما مینتدار خش را همچون رهبریت ما رهبریت مؤسسه تعلیمی و آموزگاران برای این مشورت مینتدار خش را بیان میکنیم. گذرانیدن چنین سمینارها باعث بلند برداشتن سطح دانش دانشجویان اوید به حقوق استعمال کنندگان میگردد. گزارش سید مختار سیدانور نسیم جان رحیموف از شهر سرافشان برای بارومتراتی خبر.